خیلی خطرناکه تو بیابون کنار اینه تو برد بزنی، متوجهی؟ چون ممکنه یه خرس دریایی رو بکشونی اینجا. یه خرس دریایی؟ منظورت یکی از اون خرسایی که اصلا وجود ندارن؟ چی داری میگی اختاپوس؟ همچین چیزی وجود نداره، اون فقط یه افسانه. اوه نه اختاپوس، خرسای دریایی کاملا واقعی هست. من خودم یکی سیو دیدم که یکی سیو میشناخت، یکی سیو میشناخت، یکی سیو میشناخت، یکی سیو میشناخت که اونم یکی سیو میشناخت، 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 یکی سیو میشناخت که اونم یکی سیو میشناخت، یکی سیو میشناخت که پسرم اون یکی سیو میشناخت، یکی سیو میشناخت که ただ生きるのは嫌だ